وقتی پسرک داشت به پدرش کمک میکرد توی مزرعه شخم بزنه، یهو یه تیکه طلا از زمین بیرون کشید. انگار هر بار که پسرک سخت کار میکرد تا به خانواده کمک کنه، خانواده هم پاداشهای خوبی میگرفتن. وقتی به مرغ غذا میداد، تخم مرغا تبدیل به مرواریدهای گرون قیمت میشدن. کل خانواده وقتی اینا رو دیدن خیلی شوکه شدن و حدس زدن که تا وقتی پسرک کار میکنه میتونن پولدار بشن. بنابراین 18 سال باهاش سختگیری کردن و به کارش ادامه دادن و در نهایت کل خانواده خیلی ثروتمند شدن. تازه پدر و مادر مخفیانه شرکت هم راه انداختن. ولی پسرک همیشه فکر می‌کرد خانواده‌اش خیلی فقیرن و هر روز با عجله میرفت کارهای خونه رو انجام میداد. یه روز تصمیم گرفت برای بهتر کردن اوضاع خانواده بره شهر و کار کنه تا بدهی‌ها رو پرداخت کنه. همین که رسید به شهر یه کار حمل کالا پیدا کرد. سهام شرکت پدر و مادرش 20 برابر شد. مادر بزرگ فکر می‌کرد نوه‌شون بیرون خیلی سختی کشیده، اما پدر گفت همش برای تربیت شخصیتش بوده تا یه وارث شایسته بشه. یه روز پسرک تصادفی وارد مهمونی خواستگاری دختر صاحب هتل شد. دخترم اصلا نمیخواست ازدواجی که والدینش براش ترتیب داده بودن رو قبول کنه. بنابراین به اونا دروغ گفت که این پسر دوست پسرشه و خیلی زود این دوتا با هم ازدواج کردن. اما والدین دختر نگاه از بالا پایینی به پسر داشتن و براش یه دوره آزمایشی 2 ماهه گذاشتن. توی این 2 ماه پسرک هر روز توی هتل سخت کار کرد و سود شرکت پدر و مادرش چند برابر شد. مادر خیلی نگران بود که پسرشون بیرون داره سختی میکشه. مادر بزرگم بهش پیشنهاد داد برن ببینن نوه‌شون کجا داره کار میکنه. وقتی والدین دختر دیدن پسرک چقدر سخت کار میکنه، کم کم دیدشون نسبت به اون عوض شد. همون موقع خواستگار اصلی دخترم اومد. با تکیه به موقعیتش به عنوان یه جوون ثروتمند به پسر بیچاره دستور داد ماشینش رو بشوره.